یه کسی چشم هیزی داره، چشم چرانی میکنه. خانومی که چیزی رو که نباید ببینه در آقایون رو ورانداز میکنه. آقایی که نباید این خانومای بی حجاب و بد حجاب یا حتی خانومای محجبه رو با چشم شهوت ببینه هوسرانانه. خب این کارو میکنه. حالا اخیراً هم که اسمشو گذاشتن کرش دیگه، میگن مثلا این زنای سلبریتی میان میشینن تو این رسانه ها میگن که روی کیا کرش داشتن. کرش همین اصطلاح هیزی قبلیه. قبلا تو فرهنگ سنتی ما میگفتن که فرد هیزه، اون زن یا اون مرد هیزه، به چشم مثلا چشم شهوت آلود نگاه میکنه به کسی دیگه ای. اون زنی که به چشم شهوت آلود به کسی دیگه نگاه میکرد میگفتن زنه چشماش هیزه. اون مردی که زنا و دختر دیگر رو با چشم شهوت آلود نگاه میکرد بهش میگفتن این مرد هیزیه. الان هیزی قبح شکسته، اسم هیزی شده کرش و کاملا بی‌محابا دخترای هنرپیشه همین سلبریتی های داخل جامعه خودمون میبینید یه بنرایی ازشون منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی و با صراحت و با وقاحت میگن یا مینویسن که کرششون تو دوره نوجوانیشون کی بوده، فلان هنرپیشه یا فلان مثلا ورزشکار یا فلان کس. بعد اومدن تو دوره جوانیشون کرششون کی شده، بعد کرششون توی مثلا دوره میانسالیشون کی شده. بعد میبینی این خانم مثلا در دوره 25 ساله از نوجوانیش تا الان که دیگه میان سال شده مثلا روی 10 نفر کرش داشته با هیزی تمام به اون افراد، حالا چه اونا سلبریتی بودن و چهره مشهور هنری و ورزشی بودن چه نه افراد عادی تر بودن. این خانم با هیزی اونا رو با چشماش میخورده و دنبال میکرد و الان میشینه با افتخار تعریف میکنه که مثلا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی کرشش بودن. یعنی این خانم مثلا 25 سال هیز بوده، هیزی میکرده. یا اون آقایونی که الان درباره کرششون صحبت میکنن که کاملا عادی شده. یکی از وجوه فرهنگ بی‌حیایی و فرهنگ لیبرالی در جامعه اینه که کسانی به جای اینکه خجالت بکشن از اینکه مثلا به یک چهره مشهور، یک هنرپیشه خارجی، یک هنرپیشه داخلی، یک ورزشکار خارجی، ورزشکار داخلی، یک کسی که توی شبکه‌های اجتماعی عکس و تصویری ازش بوده یا کسی رو جایی دیدن، به این خیره شدن از منظر شهوت و شهوتناک به این نگاه کردن. حالا این کلمه غلط، شهوت عربی با ناک فارسی شهوت به آلود و آلوده به شهوت نگاه کردن. خب این هیزی کرده، چشم چرانی کرده نسبت به اون خانم یا اون آقا. بعد حالا بعد گذشت مدت‌ها میاد این رو علنی در شبکه‌های اجتماعی با همه به اشتراک میگذاره که کرشش کی بوده. برجت کرش همون کلمه با کلاس همون هیز قبلی فرهنگ خودمونه. کسی که کرش داره یعنی در واقع داره هیزی میکنه. بهش بگن آقا هیزی خودتو بگو، با چشم هیز به کی نگاه میکردی؟ تیز، یعنی تیزبین نبودی، هیزبین بودی. با چشم هیز به کی نگاه میکردی؟ مثلا میگه فلان کس و فلان کس و فلان کس.